درود دوستان، خوش آمدین به سمیناری در مورد چگونگی آموزش زبانی انگلیسی. به این معنا که کسایی که میخوایند زبان انگلیسی یاد بگیرند یا هر زبانی را میخوایند بیاموزند، چی کارهای را انجام بدن تا بتانند انگلیسی را بهتر و خوبتر یاد بگیرند. اولین چیزی که ما باید در موردش صحبت کنیم و مهم هست او یعنی دو لغت هست. EFL و ESL. خب EFL و ESL این هر دو تایش که هست دو شیوه یا دو طریقه یاد گرفتن زبان انگلیسی. یعنی شما در چه رقم جای در چه رقم ساختار زبان انگلیسی یاد میگیرید. صحیح شد؟ خب ESL چه معنی میده؟ EFL چه معنی میده؟ خب EFL مخففی لغت چی هست؟ English as a foreign language. English as a foreign language یعنی انگلیسی به حیث یک زبان خارجی. خب EFL شما در کجا میخوانین؟ در چه رقم جای شما میخوانین؟ EFL شما در رقم جای میخوانین که کشور یا مو جامعه زبان اصلیش زبان انگلیسی نیه. صحیح است؟ شما در یک جامعه انگلیسی یاد میگیرین که جامعه زبانش انگلیش نیه. انگلیش زبانی خارجیه، بیگانه. مثلا جامعه شما زبانش فارسیه و شما در این جامعه که زبانش فارسی میخواین چی یاد بگیرین؟ انگلیش. شما باید در کدام شیوه انگلیش یاد بگیرین؟ EFL English as a foreign language. ESL چیه؟ English as a second language. English as a second language یعنی انگلیسی به حیث زبانی دوم. خب یعنی چی؟ یعنی که شما در اون جامعه هستین که جامعه همون جای زبانش چیه؟ انگلیش هسته و شما در منیز جامعه زندگی میکنین اما زبان شما زبان انگلیش نیه. شما میخواین انگلیش به حیث زبان دوم یاد بگیرید. مثلا نفر از بین ما و شما مورد استرالیا یا امریکا یا انگلند انگلیش بلد نیه، زبان خودش چیه؟ فارسیه، ولی او جامعه زبان چیه؟ انگلیشه. این انگلیش سعی بلد نیه، اصلا بلد نیه. این نفر بخواه اونجا انگلیش یاد بگیره اسمش چی میشه؟ ESL. زبان اصلیش زبان مادریش فارسیه، انگلیسی را به حیث زبانی دوم یاد میگیره. ESL. خب پس خلاصه گپ تا اینجا چی شد؟ EFL برای کسایی هست که میخواه زبان انگلیش در یک جامعه در یک کشور در یک جای یاد بگیره که او جامعه او جای زبانش انگلیش نیه، مثل که شما یاد خوانده رسند. اما ESL چی هست؟ ESL اونیه که شما در یک جای هستین که او جای زبانش چیه؟ انگلیش هست، اما شما انگلیش یاد ندارید. پس اگر مثلا شما در پاکستان، در افغانستان، در ژاپن، در برزیل، در رقم کشور اگر بخواید انگلیسی یاد بگیرین شیوه چی میشه؟ EFL. ولی اگر شما مثلا در استرالیا، در کانادا، در USA، در UK، در نیوزلند بخواید انگلیسی یاد بگیرین شیوه چیز میشه؟ ESL. صحیح شد؟ دو رقمی آموزش زبانی انگلیسی هست. Now let's talk about some key differences. تفاوت‌ها یا فرق‌های اصلی و عمده میان این دو شیوه آموزش زبانی انگلیسی. خب اولین فرقش در مورد هدف هست. پرپس. شما با چی هدف انگلیش یاد میگیرید؟ میخواین انگلیش بیاموزید. اگر هدف شما، تارگت شما این هسته که شما در مو جامعه که انگلیش گپ میزنه در مو جامعه مدغم شوین، بخش از مو جامعه شوین، بهترین که از مو جامعه گپ بزنین، خلاصه یک عضو از مو جامعه شوین. این چیز بعد شما مخره ESL. مثلا شما زبان فارسی در انگلیش یاد ندارین، رفتین در جامعه که انگلیش گپ میزنه، در استرالیا، در کانادا، در امریکا، خلاص شما میخواین انگلیش یاد بگیرین که بهترین که مردم گپ بزنن. ادرس پرسان کنین، هتل مورین غذا سفارش بدین، خلاصه از دکانی چیز میخرین بتونین گپ بزنین.
با خاطر از این میخواید برین که جامعه یک جای شده مشکل حل کنه. اما کسی که EFL میخوانه هدف از او این نیست که خود در جامعه مدغم کنه و چون جامعه زبان فارسیه. هدف از او این هست که خود برای محیط‌های اکادمیک و محیط‌های کاری آماده کنه. یعنی بتونه در دانشگاه درس بخونه که دانشگاه در زبان درس میده انگلیش. در آفیس کار کنه که آفیس زبانش چیه؟ انگلیشه. کلی داکومنت من انگلیشه، گفتگو من انگلیشه، ایمیل در انگلیشه، تمام چیز انگلیش است. هدف از اون خلاص. یا میخوای خود برای دانشگاه آماده کنه، برای تست آماده کنه. فرق دومش در مورد محیط هست، جای. اما رقم که از اول گفته شد کسایی که EFL یاد میگیرند اونا اصلی جایی که انگلیش یاد میگیرن کلاس. چون از کلاس که بور میشن دیگه انگلیش نمیشنون، مردم دیگه زبان گپ میزنن. جامعه کس منی سوسایتی کس انگلیش گپ نمیزنه، مثل ما و شما از کلاس که بور شن دیگه کس انگلیش نیه دیگه، کلی فارسی گپ میزنه دیگه. صحیح است؟ اما کسی که در سیستم ESL درس میخوانه او از صنف کرده در بیرون بیشتر انگلیش یاد میگیره. در انگلیش در بیرون کار داره، گوجه مشکل برمیخوره، میخواد مشکل خوره من کلاس کار کنه حل کنه. مثلا ادرس پسند کرده است که درایور گو مشکل برمیخوره، یا میگه بچه رقم بگو میامو تو گفتم منظورش چیه، خلاصه صحیح نفهمیدم من کلاس ما چه رقم میگه خب این چیز گفت یا من چیز میخواستم بگم چه رقم بگو. اصلی جای که انگلیش پرکتیس کنه انگلیش یاد میگیره کجایه؟ خودی سوسایتی، خودی جامعه. اما اون من کلاس می فقط کار میکنه مشکل حل میده. اما ما شما اصل جایی که انگلیش یاد میگیریم من کلاس، چون از کلاس که بریم برو دیگه انگلیش نیم. خب مسئله دیگه شی تمرکز یا فوکس هست که کنسنتریشن سر چی هست، تمرکز سر چی هست. کسایی که ESL یاد میگیرن و کسایی که EFL. کسایی که EFL یاد میگیرن هدف اصلیش اینی هست که خود برای تست های اینترنشنال آماده کنه، گرامر امو زبان خوب یاد بگیره، بتونه دمو زبان متنا را بخونه، تکست بخونه، بتونه چیز لیکایی کنه. خلاص اصل هدفش تست است، توفل یا آیلتس یا دولینگو یا هر تست دیگه کس. خلاص میخوای اونا رو پاس کنه کسی باز بتونه برو دیگه یونیورسیتی انگلیش درس بخونه یا بتونه برو دیگه دفتری که زبانش انگلیش کنه کار کنه. ای چی هست؟ فوکس یا تمرکزی کسایی هست که EFL میخونه. اما تمرکز ESL فقط و فقط سری روان گپ زدنه که مشکل بتن روان گپ بزنن در جامعه مشکل حل کنه. خلاص و دیگه نه جنجال امتحان داره نه در فکر زو گپای خوش نوشته کنم چی کنم. خلاص اما مشکل روزمرهش که حل شونه دیگه هم گازمه خلاص شد. خب پس EFL و ESL دو چیز کاملا متفاوت هستند. متاسفانه بعضی جایا ما تبلیغات میگیری که ما تبلیغات میکنن که مثلا تیچرای از مو ESL سرتیفیکیت دارن، نمون فهمو در شیوه ESL تیج منی. خلاصه این رقم گپا در جامعه ما و شما ESL اصلا شدنی نیه، چون جامعه از مو انگلیش گپ نمیزن. هر نهاد یا انستیتوشنی که او جای را سرتیفیکیت ESL داده و خودش هم حتما مشکل داره یا بخیام تناق دروغه، چون ESL بلده اونزو تیچرهایی که مثلا در یک محیط دست میده که محیط چیه؟ انگلیسیه. من امریکا یا انگلیس، استرالیا، نیوزیلند، کانادا دی رقم جایه. من افغانستان و پاکستان و ایندیا و برزیل، ژاپن و روسیه اصلا ESL امکان نداره. اصلا نموشه ESL. از ما کلان چی است؟ EFL. صحیح است؟ پس یک چیز را که باید بگیرین، آخه کتاب میخواین بگیرین، کتاب میخرین یا مثلا اوگودن آنلاین کورس پیدا مونین یا اوگوجه تبلیغات یگان جای میگیرین، سعی کنین که اونا شیوه چیز گفته رای ESL گفته رای یا EFL گفته رای. بلده از ما شما EFL هست، ESL بعد از ما شما نمخوره. بسیار وقتا موشه که مثلا یگان نفر کورس آنلاین میگیره و وقتا کورس آنلاین فری هم زیاد است دیگه، نفر زیاد میگیره، میخوان باز من میگم والله فالتو بدت نخورد، چک مونی که او ESL این میخوای گرامر خوب کنه، این میخوای خلاص ریدینگ خوب کنه و فقط هم داخل سر اسپیکینگ کار کرده، او می اسپیکینگی محلی طبعا بدت شما نمیخوره دیگه. صحیح است؟ پس اینی را باید در نظر داشته باشین که ESL هست یا
EFL و از این طریق بهتر خواهد شد برایشون. خب بیایم سر اصلی موضوع سمینارمون Learning a new language. آموزش یک زبان جدید. مثلا یک زبان نباید بگیریم خلاص. چه رقم یاد بگیریم. این ما در 3 لیول یا 3 مرحله تقسیم کردیم تا دانه دانه پیش مریم. بینگری چی میشه؟ اولنیش هست جنرال. خب منظور از چی است؟ در بخش جنرال ما سری مسائلی گپ میزنم، سری تیپای گپ میزنم که در تمام لیولا به درد میخوره. چه کسایی که تازه زبان انگلیسی شروع میکنه، چه کسایی که در لیول ادوانس رسیده، بلکه تمام از اینا به درد میخوره. صحیح شد؟ جنرال هست، عمومی هست، برای تمام هست، برای همگی هست. در بخش جنرال اولین چیزی که شما باید دو توجه بدین او هست ریزن شما، دلیل شما که چرا انگلیسی یاد میگیرید. با توجه به اینکه هدف شما از آموزش انگلیسی چی هست، شیوهی که شما باید انگلیسی بیاموزین هم فرق میکنه. خب مثلا چی؟ یک کس هست میخوای انگلیسی بیاموزه به خاطر از اینکه میخوای برد یک دانشگاهی که اونجا انگلیسی درس میده اونجا درس بخونه، یا میخوای برد یک دفتر کار کنه که دفتر زبانش در زبان انگلیش هست. پس اکادمیک انگلیش باید بخونه. همز A1 شروع کنه باید تا C1 خود برسونه، اکادمیک بخونه. یک نفر هست مثلا خب کیس داره، فقط مقدر میخوای MBC خود بر کنه دیگه اش خیر است. او اکادمیک لازم نداره و اگر در شیوه ESL هم بخونه مشکلش حل میشه تا حد. یک نفر هست که میخواد انگلیش بخونه چون در یک فیلد خاص، در یک رشته خاص کار کردنیه. دکتر هست، انجینیر هست، لویر هست، نمیفهمم یگان کار هست خلاص. خب اینال کسی که در یک فیلد خاص انگلیش نیاز داره او از اکادمیک انگلیش و جنرال انگلیش فرق کنه. مثلا چی؟ ما یک مثال فقط بلدش فعلا میگم. این رقم لغت ها در انگلیش زیاد است، پور است. مثلا لغت سنتنس. سنتنس هم شما میگیم چی معنی میده؟ جمله دیگه. صحیح است؟ اما می سنتنس در رشته حقوق در بخش لا معنیش میشه مجازات کدو. مثلا وقتی که قاضی یک دونه جج میگه که فلان نفر برخو تو 5 سال دمن جیل، 5 سال در زندان. اینمی کار در انگلیسی میگیم سنتنس. محکوم کدو، مجازات کدو. اما این معنی فقط کدام بخش در رشته حقوق است. که یک دکتر گپ بزنه سنتنس و تنها چیز که میفهمه چی میفهمه؟ جمله. اما که حقوقدان بگه سنتنس و از جمله کده پیش چی زنش میه؟ مجازات کدو. اما رقم لغتای هست، خاص انجینری هست، خاص مثلا اون رشته دیگه هست. هر رشته از خود خاص لغات داره، از خود خاص دیکشنری داره. پس کسایی که انگلیسی یاد میگیرن به خاطر اینکه میخوان در فیلد خود کار کنن، در فیلد خود تخصص پیدا کنن، اونا باید یک شیوه خاص بیاموزن. هر کدام از اینا طریقه آموختنش فرق کنه. تمام از نگم جای کنی نتیجه نمیده. پس شما اول باید مشخص کنین که چرا انگلیسی یاد میگیرین. وقتی که هدف شما، دلیل شما معلوم شد، از او باید شیوهش میتونین بهتر انتخاب کنین و طبیعتا میتونین بهتر هم یاد بگیرین. خب second thing is history. history یعنی تاریخ یک زبان. خب منظور از این گپ چیه؟ وقتی شما یک زبان یاد میگیرین، فعلا مثلا گپ ما سر انگلیش هست، اگر شما تاریخ و زبان بفهمین و زبان راحت‌تر یاد میگیرین، بهتر میفهمین. مثلا چی دمن انگلیش خیلی وقتا جنجال هست که مثلا چرا نونا امی سینگولر پلور چرا جنجال داره، چرا قدر اکسپشن منش زیاد هست در بخش پلوریزیشن. مثلا تلفظ ها چرا قدر عجیب غریب است، اسپلینگ ها چرا قدر گاب و سخن است.
اگر شما هیستوری زبان انگلیسی را یک دفعه خوب دقیق بخوانین، بسیار از این مشکلات برایشون حل میشه. بسیار سوالا خود به خود جواب داده میشه. انگلیس از کجا آمده، باز در کجا رفته، چی گپا شده، نشده، چی رقم قصه شده، اونا رو خیلی بس راحت تر میشه برای شما فهمش، درکش و بسیار سوالاش خود به خود حل میشه. همین رقم در هر زبان دیگه وقتی شما تاریخ و زبانات بگیرین بهتر میفهمین که خب چی گپ است، چی گپ نیست، چی رقم است، چی رقم نیست. و اون زبان طبیعتا میتونین راحت تر بهتر یاد بگیرین. خلاص مسئله دیگهش که بسیار مهم هست نیچر هست. نیچر یعنی طبیعت، ذات. هر زبان یک طبیعت متفاوت داره. اما رقمی که ما انسان ها منیخ فرق داریم، زبان ها هم منیخ فرق داره. مثالش میگم، مثلا فارسی یک زبان بسیار شاعرانه. شما در فارسی اگر بخواین یک متن بسیار خوب نوشته کنین، چیز خوب لیکای کنین، خود به خود شاعرانه میشه. این امکان نداره که شما بخواین چیز خوب نوشته کنین و او شاعرانه نشه. طبیعت فارسی می رقم است. اما مثلا انگلیسی رو گپ بزنیم، انگلیسی یک زبان بسیار تکنیکیه. شما در انگلیسی هر قدر کوشش کنید یک چیز رمانتیک، چیز عاشقانه جور نمیشه. اما اگر بخواین مثلا در مورد ساینس گپ بزنین، در مورد اسپیس گپ بزنین، در مورد متماتیکس گپ بزنین، انگلیس خوب زبان است، خوب نتیجه میده. اما اگر در فارسی بخواید در مورد کامپیوتر نوشته کنید، در مورد فضا نوشته کنید، در فارسی مشکل برمیخوره. آخر سعی میکنه که 20 لغات انگلیسی و آلمانی و فلان فلان بوشته. دیگه از فارسی بوشته. چرا؟ چون فارسی ندارم. اما رقم هر زبانی که هست، اسپانی از خود جدا، فرانسوی جدا، روسی جدا، اردو جدا، پشتو جدا، عربی جدا، هر زبان از خود خاص طبیعت داره. شما باید دمو طبیعت او زبان بفهمین و مطابق طبیعت خود یاد بگیرید. مشکلی که بسیاری از لنگویج لرنرز یا زبان آموزا برمیخوره نیست که اونا می طبیعت زبان سرش توجه نمیکنن. مثلا انگلیش را میخواین از طریق فارسی یاد بگیرن، ترجمه کردم مورن. خلاص این رقم شما اگر 1000 سالم بر فرض عمر کنین و 1000 سالم انگلیش بخوانین، انگلیش دنی نیه. نه فارسی شما آخر فارسی ممنه، نه انگلیش شما انگلیش میشه، آخر اردوش خراب میشه. چون طبیعت انگلیش که طبیعت فارسی آدش به فرق داره. شما انگلیش را باید دمانی خود انگلیش یاد بگیرید. انگلیسی را در خود انگلیسی باید بیاموزید. او اگر ترجمه کنین در فارسی هیچ وقت شدنی نیست. هیچ وقت یاد نمیگیره. چرا؟ چون طبیعت هر دو با هم چه فرق داره. همین رقم هر زبان خود طبیعت داره و شما باید اون زبان رو در خود اون زبان یاد بگیرید. پس از ترجمه دوری کنید. ترجمه نکنید. انگلیش را در خود انگلیش یاد بگیرید. اگر لغت مشکل دارین، گپ مشکل دارین، دیکشنری استفاده میکنین استفاده کنید، اما دیکشنری انگلیش تو انگلیش. ترجمه نکنید. ذهنشون باید انگلیش شود. امی که موقع یک نفر وقت یک زبان داره، یک نفر از دو زبان داره، دو نفر هست، به می خاطر این طبیعت زبان است. چون زبان دوم یک طبیعت دیگه داره. شما باید ذهنیت شما، شخصیت شما مثل زبان شود. اگر شما قرار باشه که انگلیسی را مثل فارسی زبانت بگیرین، او انگلیسی نیه دیگه. شما فقط چند لغت انگلیسی میگین ولی ذهنیت شما ذهنیت انگلیش نیه. که انگلیس زبان اگر گپ بزنین او را شما نمیفهمین. خب منظورش چیه، گپش چیه؟ چون انگلیس گفته را شما فارسی فهمیده رین. طبیعت زبان باید درک کنید. چیز دیگه ای که میتونه به شما بسیار کمک کنه که انگلیش راحت تر بگیرین، create English environment. خب یعنی چی؟ ما شما سیستممون EFL است دیگه، صحیح است؟ در سوسایتی در جامعه ما که انگلیس سر کار نداریم. خب پس کوشش کنین شما برای خود یک environment، یک محیط جور کنین که منی زو بتونین راحت تر انگلیش یاد بگیرید. یعنی چی؟ کتابای انگلیش، مقالای انگلیسی، وبسایت انگلیسی بیشتر بخونین.
پادکست های انگلیش گوش کنین، ویدیوهای اکادمیک انگلیسی سعی کنین. برای خود یک محیطی بسازین که در اونجا سر کار شما که انگلیش زیاد باشد، اکسپوژر شما در انگلیش زیاد باشد. اگر کم محیطی جور شود که از فارسی کده بیشتر با انگلیسی سر کار داره، او با شما کمک میکنه که انگلیسی را خیلی راحت‌تر و زودتر یاد بگیرید و خوب بنیادی یاد بگیرید. یک شما فقط یک ساعت در کلاس میشین نورم که استاد میگه انگلیش گپ بزن، باز میگی او رقم 100 سالم بشنه چیز نی. در خانه در برو جا باید انگلیش بشنوی، انگلیش بخوانی، که انگلیش باید باشه. چیز دیگه ای که میتونه بسیار کمک کنه و اگر شما هم کسایی که از اول یاد گرفتین در صنفای پایین هستن، let's go 1 2 3 است، اگر این کار ایمپلمنت کنین برایشون بسیار مفید میشه و هست think in English، یعنی در انگلیسی فکر کنین. کوشش کنین که خود انگلیسی گپ بزنین بدون از اینکه صدا تولید کنین. دان بند است، فقط در مغز که خود انگلیش گفته است. خب ولی شما رو خبر نیست، ولی معمولا انسان ها وقت شاوخوا میکنین بلکه دست یک سوژ میکنین، نه کسی بین رقم میکنین اون رقم میکنین خلاص، اما فکرای خود در انگلیسی کنین. وقتی که طرف مکتب مورین خلاصه، طرف سنتر مورین یا جای مورین بیکار هستین که مگه زرا فکر در انگلیش کنین. تا جایی که امکان داره کوشش کنین که فکر شما انگلیش. اگر اینی کار شوه یک مشکل بسیار بزرگ شما حل میشه. و مشکل بزرگ چی است؟ لغت، وکابولری. خب اگر فکر شما در انگلیسی باشد، خود فکر انگلیسی شوه، شما دیگه از لغات تا حد بسیار زیاد بی نیاز میشه. چرا؟ چون شما با اون لغاتی که بلد هستین دونوزون لغات فکر میکنید، دونوزون لغات گپ میزنید دیگه مجبور نمیشین دنبال دیکشنری واس خوب که این لغت چی میشه، این لغت چه رقم است. آیا ما و شما فارسی را کاملا لغات بلد هستین؟ طبیعتاً که نه دیگه. فرهنگ موین فرهنگ همین طرف واس کنیم باز دلشون بخیسیام شه والله ما فارسی زبانی نیست. ولی چرا هیچ وقت ما و شما در فارسی نمیشه ولی در قول گپ دم قول جمله دفعه گفته در سر تو خن همین لغت در فارسی شي. اینیه که ما کل لغات فارسی را بلد هستیم. گپ اینیه که دمو قدر لغاتی که ما بلد هستیم دونمو قدر لغات فکر میکنیم، دونو لغات و گپ خوربور میکنیم. در انگلیش چرا ما این مشکل بر میخوریم که ما میخوایم لغات پیدا کنیم خلاصه؟ چرا که ما فکر ما در فارسیه و طبیعتا در فارسی هم لغات شاید بیشتر باشه. از اون مهمتر طبیعت چه فرق میکنه؟ ما در فارسی بسیار شاعرانه فکر میکنیم. بازور میخوای چون در انگلیش دغه انگلیش دیگه این لغت در چیز بگنیله. ولی اگر فکر کلا انگلیش باشد دیگه اون مشکل شما نداره. در انگلیش فکر میکنین، در انگلیش گپ میزنین، مشکل حل است. کار بسیار زمان میبره، حداقل 6 ماه امکان داره بیشتر زمان ببره. ولی اگر بتونین کار انجام بدین دیگه تا آخر عمر از مشکل شما حل است. مک داستانی رزر قصه کنم بهتر میفهمین که اهمیت فکر کردن در انگلیس چقدر است. خب بسیار مهم است. یک وقتا یک همکار داشتم، ادبیات انگلیسی خوانده بود، فارغ رشته ادبیات انگلیسی بود. چند سال هم با انگلیسی زبانا کار کرده بود. 11 سال 12 سال هم انگلیسی تدریس کرده بود. انگلیسیش بسیار خوب بود. اما وقتی که طولانی گپ میزد یا وقتی که بحث میکردیم، دیبیت میکردیم، روان نمیدونست گپ بزنه. پاز من نگاهش ایجاد میشد. گپ میزد باز کمک پاز بود، باز دوباره گپ میزد. خلاصه در ما این دیبیت کم تا خوب بحث دیگه میخوایم خوب دعوا سعی میکنیم که مکس کنه. خب ما چند دفعه پرسان کردم که دلیل چی؟ همکارم بود. چند بار خطر خود آخر کمی چند وقت بعد کمک با هم صمیمی شدیم. میگفت گفتم چی گپ میشه رقم خوب روان چرا گپ نمیدونه. گفت ما هنوز ترجمه کردم. ما ول در فارسی فکر منم و را چینج منم در انگلیش باز گپ میزنم.
خب اینا وقتی شما دم راست هستین بیغم هستین خب مغز خوب راحت خوبه تا حدی تیز کار میکنه در قول دیبیت کم خب اعصاب شما خراب این سه کار نمیکنه وقت بخاطر ترجمه کنیم دیگه مجبور بیغم میشین خب چیز بود اون رقم دیگه اون نفر وقت کسی خلاص داشت مدقیق جمله مندیم نیک انگلیسی از ضعیف بود انگلیسیش بسیار خوب بود اما مشکلش چی بود که هنوز در فارسی فکر میکرد در انگلیش گپ میزد و این چندین مشکل ایجاد میکنه مشکلش هم تازه گفتم که روان گپ زنه نمیتونیم مشکل دیگه ایش اینه که شما همیشه محتاج لغت میمونید چون فارسی که انگلیسی طبیعتا آردش به ذات فرق داره شما دو فکر کنده این بخواید نوشته کنید نمیشه مجبور هستین لغتای باید پیدا کنید خلاص مشکلات همیشه میمونه خب پس اینی چیزی که شما بتونید در انگلیسی فکر کنید فکر کردن در زبان انگلیسی بسیار مهم است خب کوشش کنید سر از کار کنید در انگلیس فکر کنید خب میرسیم در مورد بخش دوم خود در مورد بیسیک لرنرز یعنی کسانی که زبان انگلیسی میآموزند اما در سطح ابتدایی هستند اوکی خب سطح ابتدایی کسایی که در مثلا در لیتس گو هستن دیگه هسته لیتس گو 1 لیتس گو 2 لیتس گو 3 اینا میخواین یاد بگیرین خلاصه خب اینا علاوه بر زو نکات عمومی که گفتم جنرال پوینتس که گفتم دیگه باید چی چیزا را کار کنن بتونن انگلیسی بهتر بیاموزه خلاص خب اولیشی خمو چندانه بود بخش جنرال بود دیگه هسته چند نکته گفتم علاوه بر از نکاتی که میگم خاص برای کسایی هست که برای کلاسای پایین هستن برای کسایی که صنفای پایین هستن بیسیک هستن تمرکز زیاد سر لغت سر گرامر داشته باشه خب چرا خیلی وقتا هست خیلی نفرا هست کسایی که انگلیس چیز میکنن من گپ میزنم گرامر مهم نیست خب ولی برای ما شمایی که در سیستمی EFL درس میخوانیم درست گرامر بنیاد است اساس است واجب است چرا ما شما فارسی را گرفتیم آیا نیاز به گرامر داشتیم ما را در خانه است 2 سالگی 3 سالگی است برای کتاب گرامر را دست داد نه ما زیاد شنیدیم از اون طریق شنیدار کم کم یاد گرفتیم درست است خب اما ما که در جامعه هستیم که اونجا جامعه انگلیش نیه جامعه فارسی گپ میزنه درست است خب در اینجا ما چیکار کنیم ما باید زبان داخل صنف یاد بگیریم دیگه در یک محیطی که محیط انگلیسی نیست پس شما مجبور هستین که به شیوه اکادمیک بیاموزید شیوه اکادمیک بیاموزید این چی یعنی شما باید از گرامر شروع کنید دیگه ساختار را باید یاد بگیرید شما هر روز نمیشنوین که انگلیسی زبان‌ها چرا هم جمله خود جور میکنن شما باید یاد بگیرین خب اول سابجکت بیارین بعد ورب بیارین بعد فلان فلان بیارین خلاص با شما باید گفته شود یعنی رقم گپ میزنی رقم جمله بگو در مورد انگلیسی گپ میزنی جمله رو باید بگو اگر ما و شما از امروزگی خود بریم در جایی که کلی انگلیسی گپ میزنه وقت لازم نیست که ما گرامر بلد داشته درست ما جایی تقریبا 10 سال پیش درس میدادم یک همکار داشتیم آمریکایی بود او 2 بخش داشتیم دیگه بخش گرامر بخش کانورسیشن او بخش کانورسیشن درس میداد باز یک صنف مشاگرد تقاضا کرد که امی استاد ما بخش گرامر را هم درس بده خب یک هفته گرامر درس داد خود شاگردان ما گفت نه ما اشتباه شد خیر است ما استاد قبلی ما پس بیارلش کن خب پس آن خبر شدیم که بنده خود یک هفته گرامر کرده فقط امو سکند فرم اف داور با کار کرده
خب فلانی تست start what is second form of go went spell it W-E-N-T very good clap for him have sit you stand up what is second form of came spell it C-A-M-E very good clap for him كل افتر رقم كذا يلا زو پرسان میگم چرا رقم کردی چی گپ است میگم من خودم بلد نیستم من چه دست بدم و کتاب گرامر مواز میکنم من خودم نمیفهمم چی است من خودم چرا نخوندم اون چی آوردن که پاس پرفکت من پاس پرفکت چه خبر چه خلاص رو ما سیمپل پرزنت بلد نیستم پاس پرفکت گرفته دارید خب اون رقم دارم شما من دیگه ما شما رو جای بگو یا خوب فارسی دست بدید گرامر فارسی با ما بیاد بگو تشریح کنید دیگه که ضمایر چی قیود منفصله و متصله چیست وقت دانو آواز من که چیز خیلی دیگه کجا فارسی بود دیگه فارسی از چیزام داره عین قضیه در انگلیسی هم هست اما رقم که یک کس اگر بخوای فارسی رو مثلا در فرانسه بیاموزه در روسیه بخوای فارسی بگیره مجبور است گرامر فارسی رو بخونه ما هم که میخوایم انگلیسی در اینجا بیاموزیم مجبور هستیم که با چی بیاموزیم گرامر پس گرامر در صنف‌های ابتدایی بسیار سرش اهمیت بدیم تمرکز کنیم بخش دوم چی میه اسپیکینگ خب ببینید بس بسیار مهم هست بسیاری از مردم متاسفانه در سطح ابتدایی هستند بجای از اینکه اسپیکینگ کنن ریدینگ میکنن خب این دو چیز منیخ بسیار فرق دارد دیگه اسپیکینگ یک چیز است ریدینگ دیگه چیز است یعنی چی بعض نفرها هست خب روزی تاپیکش هست یا گون مسئله هست می پیش صنف درست است خب استاد قانون میمونه که ورقم اجازه نه مگه صحیح است بدون ورق میه اما باز ببینید گپ نمیزنه خوانده رهیه اما ورق حفظ کرده رټا زده نالم دم ته دیگه تو تیوری خوانده رهی در خواندو شما هیچ وقت انگلیسیتون خوب نمیشه ساده شروع کنین از امو let's go 2 let's go 3 با نمیفهمم که English is good I like English کنم جمله شروع کنین ولی جمله که از خود شما باشد گپ بزنین نکور بله ورق نوشته کنین بازور میخوانی کنین باز بنده پیش کلاس بخوانین دلش میخواد که ما تاپیک خواندیم ما اسپیکینگ کردیم یا روز دیسکشن سوال میتیم خب نال گپ بزن کلگی ورق واز میکنه ورق چرا واز استاد اول نوشته کنه باز گپ میزنه گپ بزن نخوان بلده من نخواد میشن نوشته میکنی باز بلده مور میخوان خب خواندو شد اسپیکینگ باید کنی اگر شما بتونین از امی اسپیکینگ از ریدینگ بین در اسپیکینگ کلان مشکل شما حل شد در اسپیکینگ پیشرفت کردن راحت است زود پیشرفت میکنین مشکل در کجایی که نزی ریدینگ در اسپیکینگ بین اینی آمدن در اسپیکینگ مشکل کلان است خیلی شاگردایی که در صنف Let's Go 4 و بالاخص صنف بیسیک اسپیکینگ ناکام مونن دلیل اصلیش همیه که اونا هنوز ریدینگ داره در اسپیکینگ نمدن در اسپیکینگ بین مشکل حل میشه دیگه خود به خود راه میغلطین مشکل حل میشه ولی دقیقاً در اسپیکینگ بین شما ریدینگ داره اینی فرق باید بدانین درست است شما باید بتونین در انگلیسی گپ بزنین وقتی در فارسی گپ میزنین وقتی فارسی که شما پسند میکنه گپ بزنین بله ورق خواهان چیز نوشته میکنین مستقیم گپ میزنین دیگه انگلیسی هم باید همون رقم شه you have to speak not read و وقت است که شما میتونین برین در مراحل بعدی تا زمان شما در ریدینگ هستین شما در بیسیک هستین باید در اسپیکینگ بین بحث بعدی است vocabulary یعنی لغات خب کسایی که در صنف‌های پایین هستن طبیعتاً آموختن لغات بسیار مهم است شما باید لغت زیادت بگیرید تا هم اسپیکینگ شما خوب شوه هم ریدینگ خوب شوه خلاصه بر صورتش اما مهم اینه که vocabulary یا لغت چه رقم یاد بگیرید how to learn vocabularies متاسفانه خیلی نفرات چیکار میکنن مین دیکشنری میگیرن نمیفهمم یا کتابای میگیرن که خاص بلده لغت است
لغت و لغت مانا کده باز میشنن مانا زیر میخانیک میکنن دیگه دلش خوش میشه که من باز دادن لغت گرفتم. او شیوه کاملا غلط است، کاملا محکوم به شکست است. شما میخواین انگلیسی شما بخش لغاتش خوب شوه، باید بیشتر متن انگلیسی بخونید. درست است؟ هر قدر بیشتر انگلیسی خواندین اما قدر لغات خود به خود خوب میشه. شما وقتی متن میخوان، من از متن خیلی لغت ها هست که لغت های معنی دقیق نمیفهمین، ولی وقتی شما متن تکرار بخوانین و لغت ها کم کم دمنیش خود به خود یاد میگیرین، میتون لغات در گفتار و در نوشتار استفاده کنین، با وجودی که شاید معنیش 100% دقیق بلد نباشه. در فارسی هم خیلی لغت هست ما استفاده میکنیم، اگر کس ما کم بگیره بگم این لغت دقیق معنیش مر بگو دیگه ایران کلمه چیز بگم میگن سالهای که همون لغت استفاده کرده هستن، ولی اگر عمیق فکر کنید که همین لغت چیز معنی میده مشکل گیر میکنه. در انگلیسی هم لازم نیست که شما هر لغت معنیش خوب دقیق از مغول دیکشنری یاد بگیرین، نه، متن زیاد بخونین، کتاب بخونین، مقاله بخونین، وبسایت‌های انگلیسی هست بخونین، پادکست انگلیسی گوش کنین، ویدیوهایی که انگلیسی هست اکادمیک ویدیوز گوش کنین. از طریق خواندن و گوش کردن لغات خود را بالا ببرید. او رقم شما هم لغات خوبتر درست‌تر یاد میگیرین و هم میتونید درست‌تر استفاده کنید. یک شما لغت دانه دانه فقط لغتی یاد میگیرین، کلام مشکل چی هست؟ شما ور نمیفهمین که درست چه رقم استفاده کنید. پریپوزیشن چرا نمیفهمین؟ همین لغت که دادن پریپوزیشن میه مشکل پیدا میکنه. آیا همین لغت میشه پاسیو وایس استفاده کرد یا نه؟ بعض لغات ها خاص به خاطر پاسیو وایس است، اکتیو وایس یوز نمیشه. شما لغات میگم اکتیو وایس میزنیم، خب غلط است. بعض لغات ها هست که در آی ان جی فرم اصلا استفاده نمیشه. دیکشنری میگیرن در آی ان جی فرم میزنن میبینن که غلطه بنده. این نمیشه. یا بعد از این جرن میه، بعد از این انفینیتیو میه، چرا خاموش نمیشه؟ خیلی گپا هست که اگر من متنش بشنوین، بخوانین یا بشنوین راحت تر است. اگر فقط خود لغت هم دانه بور کنی امکان داره جای غلط بنی و بسیار از مشکلات از اینجا هست. شما لغت از من دیکشنری میگیرین اور دقیق نمیفهمین چرا خم استفادهش کنین، بس واسه دقیقاً اون کلمه خوبی پریپوزیشن از چی است، یا به پریپوزیشن میزنین یا میزنین یک پریپوزیشن غلط. اگر لغت شما از طریق متن یاد بگیرین، درست، یعنی یک چیز میخوانین یک چیز میشنوین، از اون طریق یاد بگیرین بسیار بسیار خوبتر هست. پس کتابایی که منش فقط لغت لیست کرده است اونا رو نخوانین، داستان انگلیس بخوانین، چیزای انگلیس گوش کنین، کتابای انگلیس بخوانین، لغت از منی متن بدون کانتکست بگیرین. برخم هم لغات درست یاد میگیرین، هم بسیار دیر داد چه مومنه. خب این چند گپی بود برای کسایی که در سطح بیسیک است. پس کسایی که در بیسیک هستید، let's go 1 2 3 4. گرامر بسیار اهمیت بدین. کوشش شما سر از این باشه که خود برین در اسپیکینگ، از ریدینگ بور شوین. ریدینگ نکنین دیگه، اسپیکینگ کنین. روزایی که دبل اچ کوئسچن دارین، روزایی که مثلا نمیفهمم چی دارین، میکینگ سنتنسز دارین، از این گپا هست، دیسکشن هست، تاپیک هست، گپ بزنین. در انگلیسی فکر کنین، در انگلیسی گپ بزنین. کل چیز نوشته نکنین، میخوانین نکنین، بین اینجا توتیور بخونین. خب تا زمانی که در اسپیکینگ نمیدن شما بیسیک است. زمانی که در ریدینگ در اسپیکینگ رفتین دیگه بیسیک خلاص شده دیگه. خب بعضی تیپ های دیگه برای کسایی که در سطح اینترمدییت و ادوانس است. بخش اول چی بود؟ جنرال بود برای تمام کسایی که انگلیسی میخواد بگیرن. بخش دوم برای اون کسایی که صنفای بیسیک است. let's go 1 starter، let's go 1، let's go 2، let's go 3، let's go 4. اینی برای کسایی است که از اینترمدییت رو تا ادوانس است، از پری بیگنر گرفته تا ادوانس، تا کسایی که بخی فارغ شده. درست؟ برای از اون است. خب برای این رقم نفرا چیزی که بسیار مهم هست این است که باید یک محیط یا یک انوایرمنت انگلیش برای خود جور کنید. شما اگر میخواین از اینترمدییت برین در ادوانسد باید در یک انگلیش انوایرمنت باشه. شما باید روزانه کم از کم شما باید 3 ساعت که انگلیس سر کار داشته باشه. خب 1 ساعت در کلاس مین، 2 ساعت دیگه شما باید انگلیس بخوانین یا انگلیس بشنوین، یک رقم که انگلیس باید باشین حداقلش. از او که زیادتر بود چی بهتر خلاص. ولی 3 ساعت بخی واجبیه.
اگر میخواین شما از سطح اینترمدییت در ادوانس برسید. درست؟ ببینین خیلی نفرات در کلاس ادوانس میرسه، فارغ میشن، دیپلم یا سرتیفیکیت خود میگیرن، ولی انگلیش هنوز در اینترمدییت، خودش ادوانس شده، بیخی استاد شده، ولی انگلیش خودش هنوز در چیه؟ اینترمدییت. چرا؟ چون می انگلیش انوایرمنت بلغ جور نکرده، انگلیش یک بخش از وجودش نشده، هنوز در انگلیش صحیح فکر نمیتونه، یک متن انگلیش صحیح که کانکت کنه نمیتونه خدا خلاصه، در انگلیش انوایرمنت نیست. در کلاس ادوانسش تا یا سرتیفیکیت دیپلم گرفته یا به اقتصادی شروع کرده، ولی اصل انگلیش هنوز در لیول اینترمدییت، انگلیش هنوز در ادوانس نرسیده. یک کسی که میتونه انگلیش شما در ادوانس برسانه، این میشه که شما باید در انگلیش انوایرمنت باید باشه، انگلیش تکست باید بخونین، انگلیش پادکست باید گوش کنین، ویدیو گوش کنین، که شما اگر او کتاب در انگلیش خواندین دیگه مشکل بر نخورین که والله خب این چی گفته رایه. اگر شما یک کتاب یک متن در انگلیش میخوانید از هر رشته‌ای که فرق نمیکنه خلاص، اگر در رشته خاص است، درست است، مثلا یک رشته خاص به خاطر انجینرها هست، خاص به خاطر دکترها هست، خاص به خاطر حقوقدانا هست، خاص به خاطر کامپیوتر ساینس والا، خاص به خاطر اسپیس استرونوتس هست، اونا رو میخوانید و شما 60% از اون نمیفهمین. صحیح است؟ یا یک کتابی که جنرال انگلیش است میخوانید شما 90% از اون 90% باید بفهمین. اگر 90% از اون نمیفهمین جنرال و 60% یک کتابی که در بخش خاص هست نمیفهمین، به این معنی است که انگلیش شما ادوانس نشده. یعنی شما وقتی که ناول میگیرین میخوانین، اگر مقاله در اخبار میگیرین میخوانین، شما باید 90% از اون بدون نیاز به دیکشنری بفهمین. اگر نمیفهمین به این معنی است که انگلیش شما هنوز اینترمدییت شما هنوز ادوانس نرسیده. صحیح شد؟ 90% از اون باید بفهمین. باید. نمیفهمین پس انگلیش هنوز اینترمدییت، هنوز ادوانس نشده انگلیش. والله خودتون استاد هستن، والله که خودتون 10 سال تدریس کرده هستن، 20 سال تدریس کرده هستن، فرق نمیکنه. استادای را ما دیدیم متاسفانه که یک دنیش باورش برای بسیار سخت بود. یک جای ما مدیریت لیست ما بود، یک نفر برای استادی آمد، 32 سال تدریس کرده بود، چند سال قبل بود، وقت ما هنوز خود 32 ساله نشده بود، از عمر ما کرده بود تدریس کرده بود. انگلیسیش در اینترمدییت بود، 32 سال تدریس کرده بود. پس تو دون نیه دلشم خوش باشه که والله ما فارغ شدیم دیگه خلاص دیگه ما ادوانس شدیم. او دیگه چیزه، یه دیگه چیزه. خب این فقط ما بخش ریدینگش میگم دیگه، درست است؟ بخشی لیسنینگش جداه، بخشی رایتینگش جداه، که باید چقدر باید بتون بنویسین، چقدر لیسنینگ باید خوب باشین، خلاصه معیار داره تا دیگه شما در ادوانس برسید. پس به خاطر اینکه بتونید شما در ادوانس برسین باید یک انگلیش انوایرمنت جور کنین. خب تکست بخوانین، گوش کنین، پادکست، ویدیو. اما تکست هایی که میخوانین، ویدیو هایی که تخمونین، پادکست هایی که گوش میکنین، لطفاً نیتیو اسپیکر باشد. خب امریکن یا اگر انگلیش بریتیش میخوانین بریتیش نیتیو اسپیکر باشد. خب اگر هم نیتیو اسپیکر پیدا نکردین، یگان کس از اروپایی گوشتین خیر است، اما اشتباه هم کده هندی، پاکستانی، ایرانی گوش نکنین. خب از او کده بیش گوش نکنین. خب بحث اولش بود environment، بحث دومش می skills. در سطح بیسیک و حتی تا اینترمدییت تمرکز باید سر گرامر باشد. بیسیک خوب از گرامر فوکس اصلی سر گرامر هست، اینترمدییت هم دمنه فوکس سر گرامر زیاد هست. اما اینترمدییت کم که بالا رفتین و بالاخص در ادوانس دیگه گرامر دیگه خلاص است دیگه. تا روز که شما که گرامر جنجال دارین به ایمان شما در اینترمدییت هستین. خب روز که گرامر خلاص شد دیگه اینترمدییت خلاص شدن، در ادوانس رفتین دیگه. خب
در ادوانس دیگه ما گرامر نداریم، گرامر مشکلش حل شده. اگر در گرامر مشکل دارین به این معنی است که هنوز در اینترمدییت هستیم دیگه. خب نه اینکه 100% مشکل حل شود، 100% مشکل گرامر خوب طبعا در هیچ زبان حل نشده، حل نمیشم، ولی یه چیزی که جنرال هست خلاصه مشکل باید حل شود دیگه. در انگلیش مثلا پارسل اسپیچ هست، تنسز هست، پاسیو وایس هست، ایندایرکت هست، کندیشنالز هست، فریزز هست، کلازز هست، پرل استراکچر هست، جرند اینفینیتیو هست، این مسائل است. درست سنتنس هست، این چیزا دیگه اینا باید حل شده باشه خلاصه. تا اینا حل نشده شما در اینترمدییت هست. بحثی که میرسه که شما بتونین در اپر اینترمدییت و در ادوانس برسین، باید فوکس سر چی بره؟ اسکیلز. یعنی باید فوکس شما، تمرکز شما سر چی باشد؟ سر ریدینگ باشد، سر لیسنینگ باشد و از همه مهمتر سر رایتینگ باشد. مشکل ترین اسکیل رایتینگ هست دیگه، طبعا واضح هست. خب و به خاطر از اینکه رایتینگ شما خوب شود باید ریدینگ شما خوب باشد. یا قاعده کلی داریم دیگه، میگه a good speaker is a good listener. A good speaker is a good listener and a good writer is a good reader. اگر میخواین گفتار شما خوب شود باید listening شما خوب باشد و اگر میخواین رایتینگ شما خوب باشد باید چی شما خوب باشد؟ ریدینگ. ریدینگ شما خوب نشود رایتینگ امکان نداره، خوب چه امکان نداره، ناممکنه بخی. تا ریدینگ تو خوب نشود رایتینگ که تو هر روزم نوشته کنی هیچ بدت نمیخوره. بخی که هر روزم نوشته کنی. باید ریدینگ خوب مسلط شد. ریدینگ اسکیلت باید خوب قوی باشد. او خود به خود رایتینگ داره خوب میسازه. خود به خود یک نمیفهمی خودت که چطور رایتینگ خوب شده، خوب میسازه. در صورتی که ریدینگ قوی باشد. ریدینگ ضعیف باشه، ریدینگ بلنگه، رایتینگ تو هر روز رایتینگ کنی بدت نمیخوره. اون چیز که دیروز بود امروز باز نوشته میکنی، 5 سال بعد هم امروز نوشته کرده است. فرق منیزه نمیاد. ریدینگ باید تقویت شود. درست؟ پس ریدینگ اسکیل باید سرش تمرکز کنید. کتابایی که میخوانید سر ریدینگ دیگه از پری بیگنر تا ادوانس کتاب است دیگه. پس بخش ریدینگ خود بسیار سر تمرکز کنید. خوب یاد بگیرید. زیاد تکست بخوانید. وقتی تکست میخوانید سر علامه گذاریایشی، سر استراکچرایشی، سر چوکات بندیشی کل تمرکز کنید. فقط نکم تو بخوانید میگه خلاص شد. بلده خلاص کدو نخوانید. خب زیاد خواندن مهم نیه. خوب خواندن مهمه. یک دانه بخوانید، خوب بخوانید. خب چیز دیگه ای که در بخش ادوانسد مهم هست اینی هست در بخش سپیکینگش که شما باید بتونین طولانی گپ بزنید. نفری که بتونه بالای 15 دقیقه در انگلیش روان صحبت کنه او دیگه در ادوانس پای خشته. درست هست؟ در لیول ادوانس دیگه وارد شده بخیر پای همون جشته. کسی که بتونه 15 دقیقه بیشتر روان انگلیسی صحبت کنه. درست است؟ و ادوانس که واقعی خونو کسی دیگه اصلا انگلیش مشکل نداره. انگلیش دیگه مثل زبان مادری قصه دیگه راحت قسم میکنه. اون اصلی ادوانس دیگه. درست؟ سیوانی اصلی. اما چیز دیگه ای که در ادوانس مهم هست و این از اینترمدییت شما رو جدا میکنه استراکچر هست. یعنی چی؟ یعنی یک کسی که در اینترمدییت لیول هست وقتی گپ میزنه فقط خودم نمیفهمه که آخر کجا میخوای برسم، طرف گوشم میکنه نفهم آخر چی شد. درست است؟ مثل شاگردا که میگم که 5 دقیقه گپ بزن دیگه، میگم 5 دقیقه فقط پرام میکنه دیگه. این کار چی شد دیگه. گپ میزنه 2 دقیقه وسط بس. enough sir? No, you have to speak 3 more minutes. Okay. این حال چیز بگم باز. خالی زور زدم 5 دقیقه پرک ندیگه خلاص برم بشتم. خودم خبر نیه چیز گفته رایه طرف مقابلم که آخر گپ چی شد. ادوانس لیول وقتی شروع میکنه خب اولش کل گپش کلیره، چی در گفتار چی در نوشتارش، رایتینگش اسپیکینگش. خب که اینی گپا منایدیزی، اینی گپا رو گفتنیه. بس می هر دانه گپ خوره اکسپلین مونه، سپورتینگ دیتیلز بل دیز میره، هر گپ خوره ثابت مونه، آخر خوب جنبندی مونه. خود چم میفهمه چیز گفت طرف مقابل میفهمه خب که این تر گپا گفت این دلیل آورد این گپ ثابت شد. اما کاری که مثلا در ریاضیات در بخش هندسه ما انجام بدیم دیگه، نه فلان زاویه که فلان زاویه این رقم باز دلیل ما میگه این رقم شد دیگه. یک ادوانس لیول اون رقم گپ میزنه اون رقم لکای میکنه.
گپ زدویش مثل ایسه وریه، هر متنی که نوشته میکنه مثل ایسه وریه، مین ایدیا داره، دیتیل میاره، ثابت میکنه گپش بسیار منظمه. نفری که نتونه منظم گپ بزنه او هنوز اینترمدییت در ادوانس نرسیده. ادوانس لیول اسپیکر یا رایتر که است، هم گفتارش هم نوشتارش بسیار منظمه، خودش هم میفهمه چی گفت، چرا هم گفت، چرا گفت. کسی که میشنوه، کسی که میخوانه میفهمه خب یعنی گپ گفت این دلیلش بود، این گپ شد. شما ولو 2 ساعت گپ بزنین ولی گپ شما نتیجه مشخص نباشه. 2 ساعت گپ میزنین، خوب روان گپ میزنین، هیچ مشکل ندارین، خوب لغتای خوب صحیح، اما استراکچر ندارین، شما اینترمدییت هستید. اگر ادوانس لیول گپش بسیار استراکچرد، منظم. خب گپ آخرینی که برای کسایی که میخواین در رشته خاص زبان بیاموزن. خب ببینین شما تا زمانی که در اسکول هستین خب مشکل بر نمیخورین، صحیح خیر است. ولی وقتی که مورین دانشگاه یا از دانشگاه فارغ میشین میخواین برین کار کنین، در اونجا که هست شما اسپیشالایزد انگلیش کار دارین، انگلیسی تخصصی کار دارین. اما رقم مثال برای حقوق گفتم، لغت سنتنس مثلا گفتم. خب در بخش حقوق مثلا یک دیکشنری است، زیاد است، یک دیکشنری است به نام بلک دیکشنری، اینی قدر کتاب است، فقط لغت‌های انگلیسی را در رشته حقوق معنا کرده، خلاص. همین هر لغت انگلیسی لغت در بخش حقوق استفاده میشه، لغت‌ها چی معنا میده؟ اینی قدر دیکشنری بند فیکس به اندازه خود دیکشنری آکسفورد، ولی مخصوص رشته حقوق. امیر خم اگر شما میخواین در آینده دکتر شوین، متنای بخونید در بخش دکتریه. اگر میخواین انجینیر شوین، دو بخشا بخونید. میخواین کامپیوتر ساینس، در کامپیوتر ساینس کار کنین، دو بخشا بخونید. میخواین دیزاینر شوین، در بخش دیزاینینگ باید متن بخونید. نمیفهم میخواین اگر کار دیگه شوین، دمو بخش خود زیاد بخونید. چون اون لغت‌ها که جنرال انگلیش فرق مونه. ما شما در سنتر که میخوانیم جنرال انگلیش میخوانیم. کازی جنرال انگلیش نه شما بعد دکتری مخورن، نه بعد دیزاینینگ مخورن، نه در بخش کامپیوتر ساینس بعد مخورن. او بخشا رو هیچ سنتر دست نمیده، چون ما جنرال انگلیش دست میدیم دیگه. شما خودتون باید پرسنلی سلف استادی کنین، کم کم دمزو بخش خود آماده کنین خلاص. چون هر لغت در هر بخش معنای خاص خود میرسه. خب پس چیزی که بسیار مهم هست، اول شما باید بفهمین که آیا شما باید در شیوه ESL بخونین یا شیوه EFL. و ما و شما در جامعه که هستیم طبیعتاً باید در شیوه EFL بخونیم. یگان نفر امکان داره که یگان شیوه گپ خاص داره، اونا شاید ESL بادش بخوره، ولی قاعدتاً چی باید ما بخوره؟ EFL، English as a Foreign Language. و چند قاعده گفتم برای بخش عمومی دیگه، صحیح است؟ جنرال. چند دانه تیپ گفتم اونجا برای جنرال. و 3 تیپ هم بود بخش بیسیک و این 3 تیپ دیگه هم هست برای بخش اینترمدییت و ادوانسد. درست است؟ امیدوار هستم که می را مشخص شده باشد، خودتون فهمیده باشین چی به چیه، کی به کیه و شما در کدام لیول هستید و چه رقم میتونین خود لیول اپ کنین. درست؟ پس با توجه به چیزایی گفته شد خودتون خود ارزیابی کنین، مطابق از بلد یک پلان جور کنین اگر میخواین انگلیسی رو خوب یاد بگیرین و مطابق از امو عمل کنین. بخیر باز اگر گپ سخن بود بخیر باز گپ خواست زدیم. تشکر از توجه شما.